شما هموطنان عزیز، من در عموم گپ میزنم یا صحبت میکنم، باید هممون عقیدمون همین باشه، فکرمون همین باشه که هر نفری نباشه آدم خوب باشه، بهترین بنده خدا باشه، اما یک وقت معین باید باشه، یا 5 سال یا 6 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، الکی آدم ایرانکای آدمگریش میبوید. هر یک انسان خطاکار است، ولی ما نمیگیم که رحمان خطاکاره. ما شاید من هیچ وقتی در فکر ما اومدگی نیست. مثلا مثال بیارم که من منصب نمیخوام، هیچ وقت این صحبتی است که میمونه، هیچ وقت من منصب نمیخوام. و به طور مثال میگم اگر من رئیس یک شهر باشم، رئیس ولایت یا که پرزیدنت باشم، 10 سال یا 20 سال ایستادم، حتما من ظالم میشم، حتما. شاید 1 سال، 2 سال، 3 تا 4 5 سال من یک آدم خوب بگیرم، خدمتگار مردم بگیرم، بعد این منصب، این مال دنیا آدم دیگه ایره برهم میکنه. خصوصا در این شب روز و در این عصر، در این زمان. شاید در عصرهای پیش ما زیاد تاریخ را شنیدیم و خواندیم که پادشاه‌های عادل بود واقعا، اما ما این شب روز و این عصر، این زمان را در نظر دارم که به خطاگی راه میتی، به ظلم یا که به یک بی‌ترتیبی و به یک ناآرامی دست میزنه. و خصوصا این به رحمانوف تعلق داره که یا خودش باشه، یا بچهش باشه، یا دخترش باشه، نبیرش باشه، در هر منصبی باشه، یا از حد گذراندن، از وقت ساعتش هم گذاشتن. برایش من یک مثال میارم هموطنان گرامی. عسل یکی از نعمت‌های خوب خداه. عسل یک مزه شیرین داره، برای توبت هم استفاده میشه و بهترین نعمت عسل. شما همین عسل اگر هر روز با حدیثا نظر کنیم، کمی از هر سحر در وقت چای خوردن یا که پیش از چای خوردن یک قاشقچه خطی میگن بخوری، هم شفا داره، کم کرد. اما عسل هر روز 3 بار بخوری، هر روز سحر ابد بگه 1 پیاله یا 1 چینی بخوری عسل. 1 ماه هم خیلی بخوریش، 1 ماه بعد تا عسل رو میگردونی. عسل دیگه نمیخوری. برای چی؟ تو بیزار شدی این عسل. این خیلی بگم بفهمید، بیزار شدی. عسلی که بهترین نعمت، مزه خوشو داره، تلخ نیست که داروباری در حالتهای ضروری بخوریش. انا که شما امیرا با امیر رحمانوف بگیم که چی ببینین، مقایسه کنین، 30 سال تا عسل خوردن میتونی شب و روز؟ نمیتونی. امیر رحمانوف 30 سال نگاه کردن میتونی؟ نمیتونی. اگر همین آدم خوبم باشه، انسان همه خیلی همین. یا مثال دیگر میارم، تابستان ده نگاه که از زمستان رای خنه که میفرام تابستان بیا، تابستان میاد گرم میشه، بفرام این زمستان بیا یا ساقینی بیا، آدم در یگان حالت قرار نمیگیره، بی‌طاقت میشه و دیگر چیزش میفره. همین مثلا بعضی دخترها دیدن مویششون سیاهه، میگیرن صفرش میکنن، میگیرن زردش میکنن، زرد سیاهش میکنن. یا که کرتا، هر روز یک کرتا نمیپوشی که اون کرتا قیمت ترین داشته باشه، هر روز نمیپوشی. یا روز 2 روز 3 روز میپوشی که میفره دیگه شپوشی. همین اومالی هم خیلی. این هم عسل باشه، شکلات باشه، گوشت کاوگ باشه، تو 1 ماه یا 1 سال خوردش نمیتونی پای در پای. اومالی هم خیلی. برای همین ما میگم که نابوتی را میخواهیم، دفشیدن یا که بگیم رد مرا کشیدنش میکنیم. و هر کسی میگه که این نفر اگر که توبه کنه و با خواهش خودش ای وظیفه برای که بچهش بیا ایده خوبتر باشه، بسته این خیلی گپ خطاه. من این گپ را خطا میفهمم. این نسل یا که این رشه، این رژیم باید پالی از بین برده شود. زیرا اینا تخم شوروی هستند و هدفشون هم مقصدشون هم دیگه اینا فترات میگیم که فترات چی دیگه هم هدف و مقصدی پاک ندارن. آدم مثال 1 ماه باشه خیلی بگیم که یاری نو کار داد رو من نو وظیفه را قبول کرده، شاید پیسندش نمیکنن اطرافش تا، شاید سرفران هم میروا میگیم ها به 1 ماه 2 ماه یا 1 سال 2 سال سوز میشه. 30 سال سوز نشید، 30 سال سوز نشید، نو سوز میشه، سوز نمیشه. خب در اینجا این سخنان را اگر هر قدر بکنیم فکر میکنم که بچه‌ای نداره. در مسئله موضوع برادر میگذاریم.